سلام بینندگان عزیز، امروز 11 اکتبر است و این هم برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. در نشر نوبتی این موضوعها را به بررسی گرفته ایم. در حالی که بازداشت‌های تحقیرآمیز و اخراج مهاجران از روسیه جریان دارد، رهبران روس در دوشنبه از مهمان نوازی تاجیکان خوشحالند. میخواهم برای دعوتنامه ابراز سپاس نمایم. مثل همیشه مهمان نوازی خیلی عالی به هیئت روسیه احساس می شود. حکومت تاجیکستان لایحه قانون مطبوعات را که از جانب جامعه شهروندی آماده شده بود نپذیرفت. و سفیر آلمان در تاجیکستان میگوید از این کشور اکثرا پناهندگان اخراج می شوند که به جنایت و یا تبهکاری دست زدند. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از پایمالشوی حقوق و آزادی‌های مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرده است. امید بابازاده روز 10 اکتبر در نامه به همتای روسش تاتیانا مسکالکووا نوشته است کارمندان مقامات حفظی حقوق نسبت به مهاجران مهنتی از اصول‌های ممنوع معامله از قبیل تقلیل، تکوب و تحقیر استفاده می‌کنند. امید بابازاده گفته است اکثر وقت شهروندان تاجیکستان هنگام درآمدن به روسیه روزهای زیاد به شرایط درست نگهداری و غذا در مرز نگاه داشته می شوند. و بدون توضیح افزود در بین این افراد نمایندگان هیئت‌های رسمی، دانشجویان، پیرانسالان، زنان و کودکان نیز هستند. در عین زمان دیروز پرزیدنت تاجیکستان در دوشنبه با والنتینا ماتویینکا رئیس شورای فدراسیای مجلس بالایی پارلمانت روسیه صحبت کرد. روسیه باور دارد که تاجیکستان میتواند کفیل نظم و ثبات در منطقه آسیای مرکزی باشد. این اظهارات را والنتینا ماتویینکا رئیس شورای فدراسیای روسیه روز جمعه در شهر دوشنبه ضمن کنفرانس بین پارلمانی بخشیده به 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان بیان کرد. روز پیش از آن پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ماتویینکا را به حضور پذیرفت. همکاری ما در سایت تجارت و اقتصاد خیلی خوب است. رابطه‌های فرهنگی و بشری هم رشد خوب دارد و طبیعتاً به شرافت مردان شما رابطه‌های بین پارلمانتی هم ترقی می‌کند. پرزیدنت تاجیکستان تفصیلات دقیق درباره سهم قانونگذاران روسیه در پیشرفت روابط دوجانبه نداد. ولی هفته گذشته وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از وکیلان مردمی تاجیک درخواست نموده بود که اثنای ملاقات با وکیلان مردمی روسیه اظهارات بحث برانگیز بعضی از دپوتات‌های روس را در میان گذارند. این درخواست پس از سخنان میخائیل ماتویف وکیل دومای دولتی روسیه درباره تأسیس مرکز کودکان بالیاقت در تاجیکستان به میان آمد. ماتویف اظهار ناراضگی کرده بود که در کتاب تاریخ مکتب‌های تاجیکستان گویا تبلیغات ضد روسی جای دارد.